جا امروز اومدم با دوست خوبم رامان بریم یه چالش برگزار کنیم. من چشمای رامان رو بستم که از اینا یکی رو انتخاب کنه، هر کدومشو انتخاب کرد برای خودشه. انتخاب کنم. بریم واسه ویدیو. انتخاب کن. من از پایینا شانس خوبتری دارم، از سمت راست شانس خوبتری دارم. من اینو برمیدارم. کی بود؟ زلاتان بگیرش جلوی دوربین. زلاتان زلاتان ابراهیموویچ در اومد براش. زلاتان بیا مبارکت باشه. شانس خوب من، مرسی. حالا میریم که من انتخاب کنم. من الان چشمای پرام بستم، تو هم انتخاب کن پرام جون. زود باش. ده باز کن چشاتو. کیه؟ اوه خوان سباستیان ورون. کارت خوبیه. حالا نوبت توه رامان. شانس خوب نوبت توه. از سمت پایین. رامان جان انتخاب کن. چی انتخاب؟ این انتخاب. کیه؟ نوروزی دوباره. پابلو آیمار عجب شانس خوبی داری پسر. شانس خوب. عجب شانس خوبی. مبارکت باشه. مرسی. زارش وایسا. چشمای پرامو بستم. پرام انتخاب کن، فقط یه دونه نوروزی توشه. برداشتی. اوه کیه؟ چشمم باز کنم؟ چشماتو باز کن. ایسکوه. ایسکو عجب کارت خوبی. ایسکو نوروزی. بگیرش جلو دوربین. اومده رئال بتیس. و این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.